عبدالرحیم عمریان ژورنالیست تاجیک مقیم امریکا روز 9 مای در گروه اخبار برای افکار در فیسبوک خبر داد که مرکز نسل نوین تاجیکان در نیویورک جمع‌آوری مبلغ از تاجیکان امریکا برای کمک به ضرردیدگان مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان قطع کرده نزدیک $8,000 در 3 روز اول این معرکه جمع‌آوری شده را به صاحبانش برگردانیده است. جمع‌آوری کمک از بچه‌های امریکا در حال قطع شد که بنا به اظهار اطمینان عبدالرحیم عمریان از روی نقشه و مساعدت هموطنان وطن دوست قرار بود تا فرارسی عید سعید فطر این رقم را به $100,000 برسانیم که بیشتر از 1,000,000 سومانی را در بر می گرفت. عبدالرحیم عمریان در شرح سبب‌های قطع جمع‌آوری کمک نوشت با نظر داشت آنکه صرف و خرج مبلغ‌های به صورت حساب در وزارت مالیات تشکیل شده از اختیار ما بیرون است و نمیتوانیم به مردم از رفت خرج آن حسابات شفاف دهیم. از این خاطر ما نیز مبلغ‌ها را بازپس گردانیدیم. مرکز نسل نوین تاجیکان در نیویورک همراه با گروه فیسبوکی اخبار برای افکار مسئول ژورنالیست شناخته رجب میرزا برای کمک به ضرردیدگان مناقشه اخیر مرزی تشبث کرده بودند. به حساب رجب میرزا الکی تا 7 مای آنها توانستند مبلغ $15,000 جمع بیارند و آن هم در حالی که این معرکه تازه شروع شده بود. ولی این اقدام خیریه هنوز اوج نگرفته. تشبث این بچه‌های فعال تاجیک را به قول در گواره کشتند. روز 6 مای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره گشوده شدن صورت حساب مخصوص از جانب وزارت مالیه برای جمع‌آوری کمک به ضرردیدگان مناقشه واروخ خبر داد و با یک لعن نچندان دوستانه یادآور شد که از جانب بعضی نفران صورت حساب ساخته در شبکه‌های اجتماعی با بهانه کمک رسانیدن به مردم واروخ برای منفعت‌های شخصیشان نشر گردیده است که به آنها باور نکنید و فریفته چنین گروه‌ها نشوید. و شام 7 مای رجب میرزا اعلان کرد که از ادامه جمع‌آوری مبلغ دست میکشد. او از همه آنهایی که الکی برای این کار خیر پول گذرانیدند خواست تا پول خود را بازپس بگیرند. رجب میرزا در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که وزارت کارهای داخلی به او اشاره کردند که سپارش چنین است و باید همه پول‌های جمع شده را به صورت حسابی که حکومت برای کمک به ضرردیدگان گشوده است گذراند. عبدالرحیم عمریان نوشته است که بچه‌های امریکا با شرکت فعالانه در جمع‌آوری کمک‌های خیریه می‌خواستند نشان بدهند که حتی دور از وطن در یاد وطن و حفظ مرز و بومش هستند. هدف از اقدام مذکور درباره رسانیدن کمک به ضرردیدگان نزاع‌های مرزی همزمان ثابت کردن استواری جامعه شهروندی در پهلوی حکومت کشور در چنین یک مرحله اساسی تاریخی بود. خصوصاً شماره زیاد جوانان مقیم امریکا می‌خواستند حضور خود را در مرز و کنار ارتش ملی توسط این عمل خیرشان حاضر بپندارند، نوشته است عبدالرحیم عمریان.